بعد 100 روز بحث و بررسی ها پرزیدنت و رئیس حکومت افغانستان هیئت 25 نفره حکومت نو این کشور را معرفی کرده فهرست را برای تصدیق به پارلمان کشور فرستادند. با هیئت پیشنهادی چهره‌های کاملا نو وارد شدند که در 13 سال اخیر هیچ مقام و یا وظیفه بلند دولتی اشغال نکردند. هرچند در این روی خط سیماهای شناخته به مثل صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی و پسر رئیس جمهوری فقید افغانستان برهان الدین ربانی ذکر می شود. با فهرست همچنین اسم 3 خانم هم داخل شده است. شانس تصدیق این حکومت چقدر است؟ با این سوال عبدالقادر حبیب سردبیر برنامه‌های افغانی رادیوی آزادی پاسخ می‌دهد. آیا هیئت پیشنهادی حکومت نو افغانستان چه ویژگی دارد؟ یکی از ویژگی هایی که میتونیم نام ببریم این است که افراد 25 نفری که به عنوان نامزد وزیر معرفی شدن قبلا در 13 سال اخیر در حکومت رئیس جمهور کرزی اینا به عنوان وزیر و یا پیش از او کار نکردند. افراد زیاد سرشناس نیستند. تعداد زیادی افرادی که در این کابینه معرفی شدند افراد مطرح سیاسی نبودند. البته هستند افرادی که در مبارزات انتخاباتی سهم خود را داشتند، اما تعداد زیادی اینا سرشناس و شناخته شده به حد کافی در افغانستان نیستند. طوری گفتیم یکی از شخصیت‌های پیشنهادی با وظیفه کلیدی یعنی وظیفه وزیر امور خارجه صلاح الدین ربانی است. چی شخص و سیاستمدار است؟ صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان هم است که پدرش رئیس جمهور فقید افغانستان برهان الدین ربانی رهبری این حزب سیاسی را پیشتر از خودش به عهده داشت و بعد از پدرش به عنوان رهبری حزب انتخاب شد و عبدالله نامزد در هنگامی که نامزد ریاست جمهوری بود به نمایندگی از همین حزب معرفی شده بود و این حزب در انتخابات ریاست جمهوری از عبدالله حمایت کرده بود و حزب جمعیت اسلامی یک حزب قوی میتونیم بگوییم که در افغانستان فعلا است و اعضای حزب عطا محمد نور والی مقتدر بلخ هم از اعضای حزب است و این حزب در تمام ولایات افغانستان دفاتر داره. پس میتونیم بگوییم که صلاح الدین ربانی به عنوان رهبر جمعیت اسلامی حضورش در این کابینه میتونه که مؤثر باشه. تشکر. عبدالقادر حبیب سردبیر برنامه‌های رادیوی افغانستان آزاد به سوال‌های ما پاسخ داد.